سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام راجع به یه تکنیک برای افزایش عزت نفس صحبت کنم. معمولا کسایی که عزت نفس آسیب پذیر دارن یه صدایی توی ذهنشون هست که مدام داره بهشون غر میزنه. بهشون میگه تو لیاقتشو نداری، تو هیچی نمیشی، تو پیشرفت نمیکنی، تو بی‌ارزشی، تو محبوب نیستی، هیچکی از تو خوشش نمیاد. یا مدام داره سرزنششون میکنه، مدام داره ازشون انتقاد میکنه، مدام داره مقایسهشون میکنه، یا اینکه هیچی براش کافی نیست. هر چقدر اون فرد تلاش میکنه دستاورد به دست میاره، بازم اینجوریه که اینو که همه دارن، این اصلا چیز خاصی نیست، کار خاصی انجام ندادی. و یا بهشون فحش میده، اینجوریه که احمق، بیشعور، خنگ، اصلا آدم نیستی. یه همچین چیزایی توی ذهن هست و این باعث میشه که ما رو کنترل کنه، انگار که اون داره برای ما تصمیم میگیره و رو همه روابطمون تاثیر میذاره، روابط کاریمون، روابط عاطفیمون، و واقعا دوستمون نیست، دشمنمونه. ما باید بدونیم که این صدا مال ما نیست. این صدا رو بهمون توی کودکی و نوجوانی دادن، ما درونیش کردیم و الان داریم باهاش زندگی میکنیم. هیچ بچه‌ای با صدای منتقد درونی به دنیا نمیاد. مرحله اول اینه که موج منتقد درونی یا همون والد سرزنشگر رو بگیریم. چون این صدا سالها با ما همراه بوده، خیلی وقتا تشخیصش برامون سخته. این صدا موقع‌هایی که ما موفق نمیشیم، شکست میخوریم، حتی شکست‌های کوچیک، یه جای دیر میرسیم، یه چیزی رو جا میذاریم، یا موقع‌هایی که احساس میکنیم نادیده گرفته شدیم، طرد شدیم، سراغمون میاد. مرحله دوم اینه که بدونیم سرمنشأش کجاست، این صدا از کجا اومده. این صدا همون صدای والد سرزنشگر، مقایسه‌گر، تحقیر کننده، طرد کننده، والدی که هیچ وقت براش هیچی کافی نبوده. چون خودش عزت نفسش پایین بوده و از خودش راضی نبوده، هیچ وقت از اون بچه راضی نشده. والدی که وقتی بچه اشتباهی کرد، شخصیتش رو برده زیر سوال، به جای اینکه رفتارش رو مورد انتقاد قرار بده. به بچه گفته تو نفهمی، تو بیشعوری، تو دختر بدی هستی، تو پسر بدی هستی. والدی که ژستای فیزیکی منع کننده داشته، مثلا توی مهمونی با چشم و ابروش به بچه فهمونده که بریم خونه کار تمومه، بریم خونه به بابات میگم. این رفتارا باعث میشه که ما عزت نفسمون آسیب پذیر بشه یا یه جوری عزت نفسمون ویران بشه انگار، و اینا رو درونی کنیم، توی بزرگسالی بشه منتقد درونی و همراه خودمون داشته باشیم. مرحله سوم اینه که بفهمیم هدف این منتقد درونی چیه. ادای اینو در میاره که من میخوام تو پیشرفت کنی، میخوام حواست باشه، میخوام طرد نشی، نادیده گرفته نشی، ولی واقعا هیچ کس با انتقاد قرار نیست پیشرفت کنه و داره عزت نفسمون رو از بین میبره. یا اینکه باعث میشه احساس شرم کم بشه، چون اینکه ما خودمون از خودمون انتقاد کنیم، خودمون رو سرزنش کنیم، احساس شرمش کمتره. یه کار دیگه هم که انجام میده اینه که پیشگویی والدین رو درست از آب در میاره. والدین به ما گفتن تو نمیتونی، این راهی که میری تهش هیچیه، این انتخابت بدبختیه، تو ناتوانی، تو خنگی. با این معتقد درونی انگار دقیقا همینا برامون اتفاق میفته و به همین میرسیم. مرحله چهارم اینه که بزنیم توی دهنش. من یه سری واژه و عبارت میگم، میتونید از اینا استفاده کنید یا هر چی که خودتون دوست داشتید. هر وقت اومد سراغتون بهش بگید خفه شو، دهنتو ببند، دیگه گولتو نمیخورم، دستت برام رو شده، حق نداری منو سرزنش کنی. ببینید واقعا با سرزنش کردن ما فقط رو اون اشتباه داریم سرپوش میذاریم. موقعی میتونیم اشتباه تو آینده تکرار نکنیم یا احتمالش کم شه که اون اشتباه رو بپذیریم. تازه باعث میشه که بازبینی کنیم، چرا من این کاری کردم، در آینده میتونم چیکار کنم، چجوری حل مسئله انجام بدم. یا میتونیم به معتقد درونی بگیم آره من عیبا و نقصایی دارم، ولی تو حق نداری از من انتقاد کنی. این ویژگی آدمایی که اعتماد به نفس و عزت نفسشون زیاده، به عیب و نقصشون آگاهن و میتونن بیانش کنن. یا اینکه ازم انتقاد نکن، بهم راهکار عینی،
جزئی و عملیاتی بده. همون کاری که دقیقا تو بچگی با همون نکردن. یه اشتباهی کردیم، یه چیزی رو خراب کردیم، به همون گفتن تو خراب کنی، تو نفهمی، تو بچه بدی هستی. نگفتن که عزیزم پیش اومده، نمیخواستی که، اتفاق افتاده، حالا چیکار کنیم؟ بیا با هم درستش کنیم، بیا ببریمش تعمیرش کنن. یعنی به بچه حل مسئله رو از همون بچگی یاد بدیم. خیلیامون 40 سالمونه، 50 سالمونه، هنوز حل مسئله رو بلد نیستیم. یا اینکه فقط از رفتار بچه انتقاد کنید، شخصیتش رو زیر سوال نبرید، بهش برچسب نزنید، بهش پشت ندید. مثلا یه بچه‌ای مرتبه، منظمه، کارش تو مدرسه خوبه، درسش خوبه، با دوستاش خوبه، اینا رو بهش بگید، در عین حال بگیم که اینا رو داری، ولی شبا هم اگه زودتر بخوابی به نظر من صبح سرحال‌تری، بهش آموزش بدید که این کار رو انجام بده، در عین حال که خوبیاشو میگید. اینجوری باعث میشه بچه وقتی بزرگ شد خوبیاشو ببینه، دستاورداشو ببینه، تمرکز نکنه رو نقاط منفیش. اینجوری نباشه که من یه زبان بلدم، اوکی، بقیه 4 تا بلدم، اصلا چشمم اینو نمیبینه، همش دنبال مقایسه و رقابت باشه. یا اینکه بچه متوجه میشه که یه اشتباهی که انجام دادم دنیا به آخر نمیرسه، عواقب خیلی بدی نداره اشتباه کوچیکم، و نمیترسه از تصمیم گرفتن و حرکت کردن توی بزرگسالی. ما انقدر باید این کار رو انجام بدیم که صدای مشوق درونیمون بلندتر بشه از صدای منتقد درونیمون، و مشوق درونیه که بهمون کمک میکنه و عزت نفسمون رو زیاد میکنه و زندگی رو برامون راحت تر میکنه. مرسی که تا اینجا دیدین و خداحافظ.